سلام خدمت همه دوستان. با قسمت دوم از آموزش اردراپ گرس خدمتتون هستم. توی این آموزش میخوام نحوه نصب برنامه گرس برای مان کردن روی سرور مجازی رو خدمتتون آموزش بدم. همونطور که تو ویدیو قبلی هم دیدید، من روی یک سرور $1 و سرور $5 که از سایت ایزا خریداری کرده بودم تونستم این برنامه رو نصب کنم. پیشنهادم بهتون اینه که حتما برای خرید از سرورهای ساعتی استفاده کنید، چون من یک سرور از آلمان خریدم تستی و نصب کردم و این برنامه رو نصب کردم روی سرور. حالت VPN شناخت و نوشت که شما VPN اجرا کردید و نمیتونید ماین کنید. پس IP سرور هم خیلی مهمه. برای اینکه پول یه ماهو ندید، سرورهای ساعتی از لوکیشن های مختلف مثلا پاریس، آمستردام، آلمان، سوئیس، اون سروری که من دارم از سوئد هسته. شما اگه میتونید از سوئد بگیرید که حالا به قول گفتنی مشکلی نداشته باشید و کار کنه، چون با سروری که من داشتم از این لوکیشن بود و الان رو سرور همین لوکیشن هم میخوام براتون نصب کنم. میبینید که اینها این سرور بالایی پس از سوئد بگیرید و اینکه سرور ساعتی بخرید. اگه دیدید اوکیه، ماهیانه بعدش تمدیدش کنید. خب بریم سراغ نصب. اول از همه وقتی سرور خریدید، سیستم عامل دبیان هم حتما باشه. سیستم عاملتون موقعی که سفارش میدید تو استورکوم برید تو قسمت شرد سرور 4 و $7 اگه انتخاب کنید، این پایین میگه چه سیستم عاملی براتون نصب کنم. شما میگید دبیان ورژن 12 و اینجا اگه دقت کنید میبینید ساعتی داره. حتما این تیک بکاپ هم وردارید چون نیازی نداریم به بکاپ. تیک بکاپ وردارید که قیمتش کمتر بیفته. ساعتیش میبینید دیگه این مقداره و ماهیانش هم که 4.7 دلار. پرداختم با ارز دیجیتال میتونید انجام بدید. وقتی که خریدید تو قسمت سرویس ها سرویستون میاد اینجا اطلاعات رو نوشته IP یوزر و پسورد. برای راحتی، برای اینکه بتونید ارتباط برقرار کنید با سرور، شما نیاز به برنامه SSH دارید. ولی خب من از این برنامه استفاده نمی کنم چون این آموزش رو طوری درست کردم که شما با گوشی هم بتونید این نصب سرور و خرید سرور رو انجام بدید. خب خیلی ها به کامپیوتر و لپتاپ دسترسی ندارن، میخوام با گوشی این کار انجام بدم. پس تو گوشی با برنامه ترمیوس که از خود همون سایت ترمیوس دات کام میتونید، هم نسخه ویندوز داره هم نسخه موبایل، این برنامه رو سیستمتون و رو موبایلتون نصب کنید. وقتی که نصبش میکنید IP سرورتون رو کپی میکنید. الان این برنامه برای من باز شد. روی نیو هاست میزنید، اینجا IP سرورتون رو وارد میکنید. تو قسمت جنرال لیبل هر اسمی دوست داشتید و تو قسمت یوزرنیم یوزر سرور و پسورد روی کانکت که بزنید متصل میشه به کامند پرامپت سرورتون. حالا من چون قبل وارد کردم دیگه این مراحل رو نمیرم.
خب اینجا از من پسورد رو میخواد. خب پسورد من وارد کردم، الان تو وارد صفحه کامند پرامپت سیستم عامل دیوین شدم. خب ببینید روی آوانتا موقع نصب چون پکیج دب رو اجازه نمیده شما نصب کنید، باید یک دستور اضافه تر انجام بدید، بعدش بتونید اون برنامه گرس رو روی لینوکس نصب کنید، نسخه آوانتا. ولی خب واسه اینکه کار راحت تر بشه من از نسخه دبیان استفاده کردم. نسخه دبیان دیگه هیچ به قول گفتنی کامند اضافه ای نداره، شما با 2 تا دستور همه چی رو نصب میکنید. این لینک هم براتون میذارم که کامندا رو اینجا توضیح داده. ما برای نصب محیط گرافیکی نیاز به دسکتاپ گنوم دارید. با این دستور شروع میکنید به نصب و آپدیت سرور. ممکنه یه مقدار طول بکشه، باید منتظر باشید تا این مراحلش تکمیل بشه. یه سری پکیج رو دانلود کرد و الان داره نصب میکنه. گفتم بازم حتما قبلش از لوکیشن های مختلف، من از این لوکیشن سرور خریدم اوکی بود و آی پی سرور مشکلی نداشت واسه ماین کردن و وی پی ان شناسایی نمیکرد. پس از این لوکیشن بخرید، ساعتی بخرید، اگه اوکی بود ماهیانه تمدید کنید که پول اضافه هم نداده باشید. چون من روی آلمان که یه سرور همین چند دقیقه پیش یه فیلمی ضبط کردم، یه سرور گرفتم و همه مراحل انجام شد. رو آوانتا هم این کارو کردم، ولی خب نتونستم ماین کنم. یعنی برنامه رو که باز میکردم پایینش مینوشت که شما با وی پی ان متصل شدید، وی پی ان تون رو قطع کنید و دوباره کانکت کنید. پس از سوئد بگیرید که لوکیشن خب خوبی و تستم شده. خب بعد از اینکه این آپدیت شد شما نیاز دارید به یک اکانت داخل سایت گرس. از این لینکی که براتون میذارم میتونید ثبت نام کنید و نیاز به یک ایمیل هم داره. من ثبت نامش هم انجام میدم که ببینید به چه شکله. آدرس سایت همه چی رو داخل کپشن ویدیو میذارم که همه چی تو دسترستون باشه. خب بعد از اینکه آپدیت تموم شد میریم سراغ نصب محیط گرافیکی. خب برای نصب محیط گرافیکی کافیه تسک سل رو شما نصب کنید. این برنامه دیگه به صورت گرافیکی میتونید محیط های مختلف رو روی سیستم عامل دبیان نصب کنید. خب من این دستور رو میزنم که نصب بشه. خب این دستور نصب شد.
کافیه کلمه تاسک سل رو توی کامنت تایپ کنم، یک صفحه برای من باز میشه. میبینید همون گزینه اول که نوشته دبیان دسکتاپ انوایرمنت، همون رو انتخاب کنید و با کلید تب بین گزینه ها میتونید حرکت کنید. با کلید اسپیس هم میتونید انتخاب کنید. با کلید تب هم بین گزینه ها حرکت کنید. الان من اون دبیان رو انتخاب کردم، با کلید تب رو میرم روی اوکی و اینتر میزنم. شروع میکنه به نصب محیط گنوم روی دبیان. خب یه خورده این زمان میبره. خب اینجا زده 1 دقیقه و 14 ثانیه. تا این 1 دقیقه و 14 ثانیه تموم بشه، یک اکانت من حالا لینک سایت گرس هم میذارم تو کپشن ویدیو، میخوام بسازم که شما هم اینجا ببینید. این بالا ایمیلتون رو وارد میکنید، یوزرنیم، پسورد هم یه پسورد انتخاب میکنید که یادتون باشه. تو کادر پایینی هم تکرار میکنید. این دوتا تیک هم میزنید و اینجا روی I am not a robot کلیک میکنید. خب میگه تو تصویر اتوبوس رو انتخاب کن. موتورسیکلت. روی ریجستر که کلیک کنید، ثبت نام شما تکمیل نشده هنوز، یعنی انجام شده ولی تکمیل نشده. خب اینجا نوشت ریجستر ساکسسفول. روی ریسنت ایمیل که بزنید، یک ایمیل برای شما میفرسته به صندوق پستی ایمیلتون. کافیه وارد ایمیلتون بشین و اون ایمیلی که براتون زده رو تایید کنید تا ثبت نام شما تکمیل بشه. اگه این مرحله رو انجام ندید، ثبت نامتون و اکانتتون تو سایت گرس ساخته نمیشه که بتونید ماین کنید. میبینید اینجا یک وریفای ایمیل فور گرس برای من اومده از سایت خود گرس که من روش کلیک میکنم که تاییدش کنم. خب همونطور که میبینید هنوز داره نصب میکنه. یه دقیقه خورده ای پکیج ها رو نصب کرد، یعنی دانلود کرد، بعدش شروع میکنه به نصب کردن. خب روی کانفرم یور ایمیل که بزنید، ثبت نام شما تکمیل میشه. میبینید که این یک اکانت خامه. خب اینجا که اوکی کردید، میبینید ایمیل ساکسسفول وریفای. ریترن رو تو داشبورد میزنید که برگرده به داشبورد و اینجا یک بار لاگین میکنید. ببخشید من با اون یکی اکانتم لاگین شدم. خب با CCTV با همون اکانتتون لاگین که شدید،
تو قسمت اون آدمک اون بالا که بزنید نوشته not verify، یعنی وریفای نشده هنوز. کافی شما تو قسمت ببینیم رفرال بکنم باید باشه. اینجا هم که نیست. آها اینجا verify email address send verify email address، اینو باید بزنید که اکانتتون وریفای بشه و یک ولت هم متصل کنید. اون ولتی که خودش گفته رو شبکه سولانا هست متصل کنید بهش. حالا من وریفای میزنم دوباره. این هنوز نصبش تموم نشده، یه خورده زمان میبره نصبش. خب ایمیل اومد. پس دو تا ایمیل میاد، یک بار ایمیل موقعی که تاییدیه ثبت نامتونه و یک ایمیل هم دوباره ببینیم این ایمیل ما تایید شد. خب لینک یور سالانا، خب بله تایید شد. اینجا نوشته go to reward page. بله تایید شد. وقتی که تایید شد اینجا روی کانکت والت که بزنید میگه که والت، این والت هایی که اینجا گفته رو متصل کنید تا کیف پولتون متصل شه به داشبوردتون، به اکانتتون، که ماین که میکنید در آخر روی اون کیف پول بتونید کلیمش کنید، برداشت کنید، حالا هر موقع که تموم بشه. سری قبلی اینجا 7 ایپوک بود، هر ایپوک یک ماه طول کشید. حالا معلوم نیست استیج دوم، مرحله دوم یعنی فصل دوم چند تا ایپوکه. خب اینم از نصبش تموم شد. وقتی که نصب تموم شد گفتم باید XRDP رو نصب کنید. با این دستور XRDP رو روی سرور نصبش میکنیم. با این دستور وضعیت XRDP رو میبینیم که رو سرور نصب شده، به درستی نصب شده یا نه. خب اینجا میبینید ارور داد. این دستور هم میزنیم. کنترل سی هم که بزنید میاد بیرون. خب این دستور رو من زدم. دوباره یک استاتوس بگیریم ازش ببینیم به درستی نصب شده یا نه. باز هم میبینید اینا ارور داده، اینا نباید ارور بده. خب سرور ایکستراکتی رو ریستارت کنیم. من اینجا حالا آی پی سرور رو توی استارت ویندوزتون ریموت دسکتاپ کانکشن که بنویسید آی پی سرورتون رو وارد میکنید بعد رو کانکت میزنید. خب میبینید متصل شد. فینیش. سرتیفیکتش رو یه بار نصب کنید که دیگه نپرسه. این تیکم بزنید یس. خب الان
همونطور که میبینید من به سرور متصل شدم. یوزر پسورد رو ازم میخواد، وارد میکنم. چون بار اول که نصب شده من باید ریست میکردم سرور. شما حتما یک بار ریبوت ناو رو بزنید که سرور ریست کنه. یه همچی پیامی میاد، اینو نکس کنید بره جلو و استارت یوزینگ دبیان رو بزنید. خب اون بالا اکتیویت بزنید، فایرفاکس رو باز کنید، آدرس سایت گرس رو توی مرورگر فایرفاکس سرور وارد کنید. اینجا یوزر پسوردی که ساختین رو وارد میکنید. من همون اکانت خودم رو وارد میکنم چون نمیخوام آی پی هاشون عوض بشه. خب وقتی که وارد اکانتتون شدین، حالا باید برنامه رو دانلود کنید. میرید تو قسمت استور، اینجا که نوشته گرس دسکتاپ نود، هم نسخه iOS داره، هم اپل داره، هم لینوکس داره. خب چون ما سیستممون لینوکسه باید نسخه لینوکسش رو نصب کنید که خودش روی لینوکسه. شما رو دانلود بزنید، یه فایلی واسهتون اینجا دانلودش میکنه. فایل رو بازش کنید، روش کلیک راست کنید و اوپن بیت رو بزنید. روی سافتور اینستال کلیک کنید، این تیک پایین رو بزنید و اوپن. به خاطر همین میگم رو دبیان نصب کنید. رو دبیان دیگه خودش اتوماتیک فایل های دب رو با پسوند دب رو شناسایی میکنه و به راحتی میتونید نصب کنید. ولی خب رو آوانتا شما باید یک برنامه اضافه ای رو نصب کنید که این پسوند دب رو هم بتونه شناسایی کنه. پس بهتر این که روی سرورتون نسخه دبیان رو نصب کنید و با 5-6 تا دستور ساده سرورتون رو نصب کنید. خب برنامه نصب شد. من پنجره‌های دیگرم میبندم، دیگه نیازی به اینا نداریم. برنامه که باز شد یوزر پسوردتون رو وارد میکنید.
برای اکسس مای اکانت که کلیک کنید متصل میشه به اکانتتون. خب موقعی که متصل شدید تو اکانت، دو تا یه گزینه میاد که نوشته اینیبل آتو استارت، یعنی خودش اتوماتیک استارت کنه هر موقع سرورتون خاموش روشن شد، میگیم بله. اینیبل آتو آپدیت، اتوماتیک هم آپدیت کنه، میگیم اوکی. و اینو میکشیم میبریم میذاریم اینور. اینم تو راش داشبورد. خب همونطور که اینجا میبینید الان متصل شد و سبزم شد و هیچ مشکلی نداره این آی پی سرور و داره ماین میکنه برای ما. پس حتما سرورهای ساعتی از لوکیشن های مختلف بگیرید، تست کنید، بعدش برنامه گرس رو روی سرور نصب کنید و اگه اوکی بود بعدش سرور رو ماهیانه تمدیدش کنید. دیدید که سرور آلمان آی پیش کار نکرد. اینجا هم باید نتورک رو میبینید آی پی رو داره نشون میده از خود آی پی خوده و نتورک اسکورش هم 75 و داره کار میکنه. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. اگه اون یه تیکه ویدیو خیلی طول کشید و میتونید بزنید جلو، چون من جایی هستم و نمیتونم ویدیو کات کنم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. تا یک آموزش دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.